وزارت الکتریک یا حکومت سوریه را گهاند که الکتریکا بنداوا فرات به طور گشتی الکتریکا سوریه و هات گریدان. او یک ددمک دیه که حطانها باجار طبقه و بنداوا فرات سر بریوبریا خسرن. لگوری را گهاندنا وزارت الکتریک یا حکومت سوریه پشتی 6 سالان جراوستانا بنداوا فرات به طور گشتی یا الکتریکا سوریه و تگریدان. جسالات 2013 و بنداوا فرات الکتریک ندیده طور گشتی یا سوریه. پشتی چاکسازکرنا هیلن پیوندیدار بوی بنداوی ایدی و روژه 200 مگاوات الکتریک جبنداوی بگهیجه هیلا گشتی به تایبتی پشتی چاکسازکرنا برجو هیلن کتیک چوبون. او 200 مگا و جی پشکا روجاوای کردستان و نافچه روجهلات فرات بین کم کرن ددمکه ده که هیج کریزا الکتریک لحرمه هیا. وزارت هروها دیار کریه کدرجاهی و هیلا چاکسازکری 185 کیلومتریه. و 345 برج لی هاتنه دانین بریجی 165 جوان برجان جسال 2013 و هاتبون تکبرن. هنک چاو دیر دبینن که او یک برای کفتن دنابرا ریوبریا خسر و حکومت سوریه ده هاتیه کرن لی تیرمها 2018 هفسروک انجمن زاگونساز باجار طبقه حامد الفرج جروداوی را گهاند بو که دربار بنداوا فرات لحفگرنک دنابرا وان و حکومت ده هیا. سازیا الکتریک یا سر بریوبریا خسر را گهاند بو که پشتی چاکسازکرنا هیلا 230 کیلو ولت آکوش بنداوا فرات ته هر دو وستگهن فروسیه لرقه و بواب لحسکه ایدی کشه الکتریک کم دبه جبر کو اوهل روزانه 75 مگاوات الکتریک ده هرما جزیره جویت بابه 40 مگاوات جبو حسکینه و 35 مگاوات جبو سرکانیه مبروکا دربسیه تلتمر و گریسپینه. هر لگوری زانیاری سازی الکتریک یا سربریوبریا خسر وان 469 برج دنابرا بنداوا فرات و حسکه ددانینه. لیتوی وی کیجی حطانها گازنج کمبونا الکتریکی هیا کل پرانیا نافچیان تنه نزیکی 7 دم جمیران الکتریک پیدا دبه. بنداوا فرات ده هر یک دم جمیره ده 808 مگاوات الکتریک پیدا دکه. سباتا 2013 بنداوا فرات که دستی هیزن اپوزیسیونی داویا 2013 و دسپیکا 2014 که دستی چکدارن داعشی. گولانا 2016 باجار طبقه و بنداوا فرات که تنجیر کنترولا هیزن سوریه دموکراتیک حسدی. خالد جمیل محمد روداو.